بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران گرامی. ما در جلسه قبلی با ابزار نظرسنجی آنلاین و پرسشنامه آنلاین گوگل درایو آشنا شدیم و یک نمونه از پرسشنامه رو طراحی و اجرا کردیم. در این برنامه ما می‌خواهیم با ابزار نظرسنجی ایرانی به نام پرسلاین آشنا بشیم. برای این کار ابتدا در تب ایجاد شده ما کلمه پرسلاین رو نوشته کلیک میکنیم و در گزینه‌های پیشنهادی مرورگرمون بر روی اولین گزینه که همان پرسلاین هست کلیک میکنیم. در صفحه باز شده سایت پرسلاین ما بر روی تب ورود و ثبت نام کلیک میکنیم. در صفحه باز شده اگر قبلا وارد پرسلاین شده و حساب کاربری داشته باشید میتونید با وارد کردن ایمیل و رمز عبور وارد صفحه شخصی خودتون بشید. اما چون ما قبلا ثبت نام نکردیم و حساب کاربری نداریم ابتدا باید ثبت نام کنیم. در صفحه باز شده ابتدا ایمیل خودمون رو که قبلا ایجاد کردیم وارد میکنیم و سپس رمز عبور پیشنهادی رو وارد میکنیم. حتما باید دارای حروف انگلیسی، عدد و سایر مشخصاتی که سامانه پرسلاین ازمون میخواد داشته باشه. و ثبت نام رو انجام میدیم. بعد از اینکه ثبت نام رو انجام دادید یک پیامی به شما میده که شما به ایمیل شما یک پیام فعالسازی فرستاده. وقتی به ایمیل خودتون مراجعه کنید پیام فعالسازی پرسلاین رو میتونید ببینید که یک لینکیه و شما با در واقع زدن این لینک ثبت نام شما انجام میشه و شما به راحتی میتونید وارد پرسلاین بشید. حالا شما میتونید با وارد کردن ایمیل و رمزی که برای پرسلاین دادید وارد صفحتون بشید. صفحه من در پرسلاین ایجاد شده و من میتونم از قسمت پرسشنامه جدید پرسشنامه اختصاصی خودم رو طراحی کنم یا میتونم از نمونه پرسشنامه هایی که قبلا ایجاد شده رو ببینم، الگو بگیرم و پرسشنامه خودم رو ایجاد کنم. من اگر قسمت نمونه پرسشنامه ها رو بزنم نمونه پرسشنامه هایی که قبلا ایجاد شده رو برای من میاره و من میتونم با باز کردن هر کدام از این پرسشنامه ها تغییراتی که دوست دارم رو روی اون انجام بدم. و ببینید که میتونیم ما اینجا تغییراتی رو که میخوایم بر اساس نوع سوال ها، صفحه پایان یا حتی میتونیم عنوان سوال ها رو هم عوض کنیم. اما در قسمت پرسشنامه جدید من میخوام پرسشنامه اختصاصی خودم رو طراحی کنم. ابتدا عنوان پرسشنامه رو میتونم وارد کنم، هر عنوان دلخواهی که دوست داشته باشم. برای مثال پروژه 1 رو وارد میکنم، اسمش رو ذخیره میکنم. حالا صفحه‌ای که برای من باز شده در قسمت سمت راست انواع سوالات رو من میتونم وارد کنم، صفحه خوشامدگویی رو هم وارد کنم و صفحه پایان که هر یک از این قسمت ها رو با همدیگه کار خواهیم کرد. در ابتدا من صفحه خوشامدگویی رو برای پرسشنامه الکترونیکی خودم میخوام طراحی کنم. کلیک میکنم. در اینجا میتونید صرفا یک عنوان بنویسید. برای مثال همون که وارد کردیم، همکاران بزرگوار لطفاً. و وقتی که پرسشنامه برای همکاران ارسال میشه صرفاً این جمله رو میبینن. اما اگر بخوام نه پرسشنامه رو زیباتر کنیم میتونیم ما با عکس یا ویدیو و با بارگذاری عکس یا حتی ویدیو میتونیم در واقع صفحمون رو، صفحه ورودی و خوشامدگوییمون رو زیباتر و جذابتر بکنیم. برای مثال من این عکس رو انتخاب میکنم.
منتظر میشم که آپلود بشه. میبینید که هم متن و هم عکسی که خواسته بودم رو برای من میاره. حتی میتونید از این قسمت تنظیمات عکس رو برای گوشی یا برای لپتاپ انجام بدید. بعد از این میتونید قسمت دکمه شروع رو هم اسمش رو تغییر بدید، مثلا آغاز کنید، یا هر عنوان یا هر متنی که دوست داشته باشید. و حتی میتونید قسمت توضیحات رو هم پایین در واقع متن بیارید. مثلا ببینید که اینجا توضیحات رو آورد. حتی میتونیم اندازه قلم رو هم تغییر بدیم، سبک رو هم تغییر بدیم و هر کاری که دوست داشته باشید میتونید حتی پیوند رو هم، یعنی لینک اگه خواستید بر روی این توضیحات باشه باز میتونید اون رو قرار بدید. من دکمه ذخیره رو میزنم. خب حالا وارد بعد از اینکه صفحه خوش آمدگویی رو برای من آورد، میتونم حتی اینجا پیشنمایش رو هم ببینم، پیشنمایش فرمی که من آماده کردم. می‌بینید عکسی که قرار داده بودم و متنی که نوشته بودم و بر روی دکمه شروع که آغاز کنید نوشته بودم. هر لحظه که خواستید پیشنمایش ببینید، صرفا با زدن این دکمه میتونید پیشنمایش فایلتون رو، پرسشنامتون رو ببینید. حالا بریم سراغ سوال. ما اینجا انواع مختلف سوال ها رو داریم. سوالای متنی با پاسخ کوتاه چند گزینه‌ای، متنی با پاسخ بلند چند گزینه‌ای، تصویری، گروه سوال و انواع اونها که میتونیم با درگ اند دراپ در واقع سوال ها رو طراحی بکنیم. ببینید خب حالا من اینجا میتونم متن سوال رو وارد کنم. برای مثال نام و نام خانوادگی خودتون رو وارد بفرمایید. خب اگه توضیح هم داشته باشم دوباره میتونم در روی این در واقع سوالم توضیحات رو وارد کنم. مثلا الگوی پاسخ رو هم میتونم متن آزاد یا حتی تاریخ شمسی، تاریخ میلادی، شماره موبایل یا هر الگویی که انشالله در ادامه باهاش کار خواهیم کرد میتونیم وارد کنم. حتی میتونید تعداد حرف ها حداقل و حد اکثر رو هم وارد کنید. میتونید حتی عکس هم در واقع برای این سوال، حتی ویدیو هم در واقع برای این سوال تعیین کنید. مثلا من برای مثال این عکس رو میارم، آپلود بشه و میبینید که عکس رو آورد، یا هر عکسی که دوست داشته باشم. یا حتی در واقع میتونم نمایش سوال رو، شماره سوال رو هم اینجا بزنم که نمایش داده نشه. اما دوستان این دکمه خیلی مهمه. اگه من بخوام حتما به این سوال پاسخ بده، یعنی اون شخصی که قرار این رو تکمیل کنه اگه به این سوال پاسخ نده سوال بعدی براش آورده نشه، پاسخ دادن به این سوال اجباری باشه، من میتونم با زدن این علامت ستاره که میبینید اینجا آورده شد کنار عدد، اگه من دوباره این رو برگردونم علامت سوال محو میشه و اگه بخوام اجباری باشه میبینید که علامت سوال اینجا آورده میشه. من سوال اولم رو تایید کردم و در واقع میتونم برم سراغ ادامه سوال. من حالا میتونم دوباره پیشنمایش رو ببینم، آغاز کنید رو میزنم و میبینید که همون سوال برای من میاره. اما در مورد چند گزینه‌ای من دوباره میتونم با درگ اند دراپ چند گزینه‌ای رو، خب سوال چند گزینه‌ای مطرح کنم. برای مثال اگه توضیحاتم داشته باشم میتونم اینجا وارد کنم. مثلا بگم اگه سرگروه مثلا معاون هستید میتونید سرگروه ششم بزنید یا هر توضیحی که دوست داشته باشم. من میتونم اینجا گزینه ها رو بیارم، مثلا اول، دوم، میتونم با به اضافه گزینه ها رو اضافه تر کنم، سوم، چهارم و حالا بقیه پایه ها. میتونم گزینه همه موارد رو هم بیارم، هیچ کدام رو هم بیارم، یا سایر رو هم میبینید که میاره. آیا پاسخ اجباری باشه؟ بله. آیا عکس یا ویدیو میخوام یا نه؟
آیا میخواید گزینه ها تصادفی باشن، یعنی از شخصی به شخص دیگه که داره پرسشنامه رو تکمیل میکنه گزینه ها به صورت تصادفی آورده بشن، یا گزینه ها عمودی چیده بشن، افقی چیده بشن، سوال چند انتخابی میتونه باشه یا نه، که حالا اون رو هم میتونید حد اکثر 2 تا گزینه، مثلا اینجا میتونید حد اکثر 3 تا گزینه، و باز هم عدم نمایش سوال رو هم میتونید. حالا میتونید برچسب هم به هر کدوم از گزینه ها اضافه کنید یا میتونید اضافه نکنید. خب اینم از سوال دوم ما که ذخیره شد. خب حالا میخوایم بریم سراغ متنی با پاسخ بلند. همونطور که دیدید ما در سوال اول متن با پاسخ کوتاه حد اکثر 100 تا حرف میتونست استفاده کنه، اما اگه بخوایم سوالی باشه که پاسخگوییش چند سطر اجازه بدیم که در واقع کسی که پر میکنه پاسخ بلند بده، ما دوباره این رو درگ میکنیم میاریم اینجا و در واقع سوال رو اینجا تایپ میکنیم. مثلا دوباره ما میتونیم توضیحات بنویسیم زیر این که منظور ما از انتظار یعنی اون خواسته هایی که شما از کارشناس یا خود اداره کل دارید اون رو دوباره اون رو بنویسید. دوباره حد اکثر میتونه حالا شما تغییر بدید، مثلا 2000 کلمه. میتونید بر اساس عکس و ویدیو هم بهش بچسبونید، پاسخ سوال اجباری باشه یا نه، نمایش شماره سوال نمایش داده بشه یا نه، و دوباره ذخیره رو بزنید. حالا یک پیش نمایشی ببینیم. بعد آغاز کوینت رو زدم، پاسخش رو دادم، مثلا اول رو زدم، تایید رو زدم و میبینید که سوال رو برا من آورد که راهنمایی هم میکنه که میتونید با شیفت به اضافه اینتر به خط پایین برید. حالا برگردیم دوباره به این سوال. حالا بریم سراغ سوالات چند گزینه تصویری. خب مثلا من میخوام اینجا یک سوال چند گزینه‌ای بیارم که به صورت مثلا صحیح غلط باشه یا تایید یا رد باشه. مثلا حالا مثلا توضیح بدم که منظور از گروه تولید محتوا یعنی که میخوایم برای سایر سرگروه ها محتوا تولید کنیم، آیا تمایل دارید یا نه. ما میتونیم اینجا گزینه هایی رو بیاریم برای خودمون یا از گزینه های آماده استفاده کنیم. مثلا از گزینه های بله خیر، حالا مثلا این گزینه رو انتخاب کنم، میتونه با زدن بله یا خیر اعلام کنه. حالا گزینه های سایر یا هیچ کدوم رو هم میتونم اضافه کنم، پاسخ به سوال اجباری باشه، حتی میتونم عکس هم اضافه کنم، برچسب اضافه کنم به هر یک از این گزینه ها، تصادفی باشن یا نه، چند انتخابی باشن یا نه، و در واقع اندازه تصویر هم 2 برابر بشه یا نه. خب ذخیره میکنم. خب در مورد لیست کشویی هم مثلا بگیم که شما از کدام منطقه یا ناحیه هستید. خب گزینه های سوال رو هم مثلا وارد کنیم، احر، مثال تبریز، تایید رو هم که اینتر رو هم بزنیم گزینه برامون ثبت میشه، مثلا حالا هر تعداد که دوست داشتیم. دوباره عکس و بقیه موارد که اینجا مرتب سازی بر اساس حروف الفبا رو هم آورده. یکی از پرطرفدارترین سوالات کشویی هست و ما میتونیم برای این هم اگر پیشنمایش رو بزنیم، میبینید اگر ما پیشنمایش رو بزنیم به این صورت به صورت کشویی میاره که ما با زدن در واقع فلش بغل اون میتونیم هر یک از این مناطق رو که دوست داشتیم انتخاب بکنیم. حالا شما بر اساس این میتونید در واقع بقیه موارد رو هم به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه حالا توضیحش میگذرم. حالا من صفحه پایان رو هم برای این میارم، مثلا نمایش صفحه تشکر رو هم بیارم که من عکسی که از قبل آماده کرده بودم برای تشکر، حالا این عکس رو بارگذاری میکنم و میبینید که این عکس رو آورد و میتونم یک متن هم بنویسم. لینک رو هم به اشتراک گذاری لینک هم اینجا باشه که به هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی که دوست داشتن لینک رو در واقع
بدن، حالا استفاده بکنن در سایر شبکه ها. خب مثلا اینجا هم یه متن بنویسم: با تشکر از همراهی شما. خب توضیحاتی هم که اگه لازم باشه بیارم اینجا. و در واقع سوال من آماده شد، من طراحی رو انجام دادم، سوالات رو نوشتم، میتونم برم سراغ مرحله طراحی. در طراحی هم میتونم هر یک از این قالب هایی که دوست داشتم رو انتخاب کنم و یا حتی میتونم قالب رو شخصی سازی بکنم، هر قالبی که دوست داشتم رو اینجا بیارم بر اساس شخصی سازی، رنگ سوالات چطور باشه، رنگ پاسخ ها چطور باشه، رنگ تاکید، رنگ دکمه و حتی رنگ پس زمینه رو هم میتونم هر کدوم از اینا که دوست داشتم انتخاب کنم و با ذخیره کردن سوالات رو و نوشته هاش رو برای من ذخیره میکنه. یا همونطور که گفتم از قالب های آماده استفاده کنیم، مثلا این قالب رو بزنیم میبینید که شکل تغییر میکنه، پس زمینه، رنگ پس زمینه یا قالب عوض میشه. در مورد تنظیمات هم ما میتونیم تنظیمات پرسشنامه، هر تنظیمی که دوست داشتیم در مورد زمان پرسشنامه، تنظیم شروع و پایان خودکار باشه، مدت زمان چقدر مدت زمان بهش بدید، مثلا شما اجازه بدید که در عرض 10 دقیقه این رو تکمیل کنه، زمان محدوده زمانی بهش بدید. حالا میتونید حذف دکمه قبلی بره به سوال بعدی. مثلا من اگه پیشنمایش رو بزنم، وقتی آغاز شد اینجا میبینید که دکمه بره بعدی یا اینکه برگرده سوال قبلی این پایین نمایش داده میشه. شما میتونید این دکمه رو هم حذف کنید یا نگه دارید این رو. نوار پیشرفت هم همین پایین که درصدها رو می آورد به عنوان نوار پیشرفت، اینجا مثلا اگه من به یک سوال پاسخ بدم میبینید نوشته به 20% پاسخ دادید و اگه دوباره این رو بزنم برمیگرده به سوال قبلی و اگه بزنم برمیگرده به سوال، میره به سوال بعدی. و شما هر تنظیمی که دوست داشته باشید میتونید بر روی این انجام بدید، حتی نام پرسشنامه رو هم عوض بکنید و در واقع بقیه کارهایی که دوست داشته باشید رو میتونید انجام بدید. اما در مورد ارسال، وقتی شما پرسشنامه رو طراحی کردید نیاز هست که به چند مدل اون رو در اختیار مخاطبانتون قرار بدید تا اونها تکمیل کنن. میتونید صرفاً با کپی کردن لینک، یعنی بر روی کپی فعالسازی شد، میبینید که الان این لینک با کپی کردن این لینک و به اشتراک گذاشتن اون در شبکه‌های اجتماعی از دوستان بخواید که بر روی اون لینک بزنن و وارد این پرسشنامه بشن. برای مثال من شاد رو باز میکنم، مثلا در همین گروه مدرسان قرار میدم این لینک رو. خب وقتی مخاطب من به این لینک مراجعه میکنه، صرفا باز زدن این لینک و تایید اون وارد همون پرسشنامه میشه که من طراحی کردم. اما در مورد سفارشی سازی پیشنمایش هم میتونید با در واقع بارگذاری تصویر پیشنمایش لینک پرسشنامه‌تون رو برای افرادی که میخوان این رو پر کنن سفارشی سازی بکنید. اما یکی از بهترین قسمت های این پرسشنامه هم هستش که شما میتونید این رو در انواع پیام رسان ها به اشتراک بذارید و حتی میتونید QR کد هم برای این بسازید یا پرسشنامه رو چاپ کنید که قطعا این ساختن QR کد رو من پیشنهاد میدم. به جای اینکه لینک فرستاده بشه به تمام گروه ها، مثلا شما در یک جلسه هستید میخواید در همون جلسه این پرسشنامه پاسخ داده بشه، شما میتونید QR کد اختصاصی این رو طراحی بکنید. میبینید با زدن صرفا ساخت QR کد اختصاصی اینها طراحی شد. من ذخیره میکنم، حالا دانلود کد رو میزنیم، میبینید بر اساس PNG ذخیره شد. شما این رو میتونید بر روی پروژکتور بندازید و افرادی که در کلاس شما حضور دارن صرفا با اسکن کردن این QR کد اون رو تکمیل بکنن. اما برگردیم به
پروژه هایی که حالا گزارشگیری شما چون تعداد بازدید فقط صرفا همین لحظه ای که من میخواستم لینک رو به شما توضیح بدم وارد در واقع این پرسشنامه شدم 1 نفر آورده. بهترین قسمت این پرسشنامه ها تحلیل های آماری است که به صورت آنلاین بر خط و در صدم ثانیه بهتون نمایش میدم. برای مثال من برم پرسشنامه ای که قبلا طراحی کردم برای خب بریم سراغ گزارش. در قسمت گزارش برای من میاره که 152 تا بازدید، 55 تا پاسخ، نرخ پاسخدهی 63%، یعنی از 152 نفر 55 نفر فقط صرفا پاسخ دادن و میانگین زمان پاسخ ها هم میاره. تعداد افرادی که براتون داده میاره که 9% با کامپیوتر و 91% با موبایل تکمیل کردن. جدول نتایج ما میتونیم در جدول نتایج همونطور که مشاهده میکنید یعنی نتایج کلی رو برای من آورده. یعنی مثلا خانم آقای خیاطی از ناحیه 4 تبریز مثلا این فرم رو تکمیل کردند، اطلاعاتش رو برای من میاره و حتی میتونید از تحلیل نموداری استفاده کنید. یعنی برای مثال براتون میاره که تعداد مخاطبینی که شرکت کردن 10 نفرشون پایه اول بودن، مثلا 2 نفرشون معلم چند پایه بودند. خب اما وقتی شما به این داده ها نیاز دارید و میخواید این داده ها رو در سیستم خودتون داشته باشید میتونید خروجی بگیرید ازشون و به صورت اکسل دانلود فایل براتون آپلود خواهد شد به صورت فایل اکسل که شما بعد از تکمیل دانلود میتونید با باز کردن این فایل جواب ها رو ببینید. خب خیلی ممنونم از همراهی شما بزرگواران. انشالله این پرسشنامه رو هم طراحی بکنید که بعد از این در آزمون هایی که در کلاس استفاده میکنید میتونید از این پرسشنامه بهره ببرید. اصلاحش راحت تر میشه و پاسخدهیش هم برای بچه ها جذابتر خواهد بود. خدا نگهدار شما.